خرد و بزرگ مردم کشور باید همیشه در یاد داشته باشند که در شرایط پرتضاد و پرحوادث امروزه حمایه نعمت بزرگترین و مقدس برای هر یک انسان بناموس استقلال و آزادی کار سهل و آسان نیست. حفظ این گهوری بی‌بها از هر یکی ما سعی و تلاش و کوشش و غیرت شبانه روزی، ننگ و ناموس ملی، زحمت صادقانه و فداکارانه و مهمتر از همه اتحاد و سرجمی می‌خواهد. در شرایط نهایت مرکب و حساس جهان معاصر ما باید همیشه در پهلوی یکدیگر باشیم و همدیگر را دستگیری کنیم، زیرا این خصلت نیک به ما و شما از گذشتگان نیکناممان به میراث مانده است. مردم شریف تاجیک این سنت نیک اجدادی را سال گذشته که بسیار وزین و پرتشویش آمد بار دیگر نشان دادند. حسن